انجام بده. گوستاوو هر طور که از پاسش رو انداخت. شیری ریکاردو آلوز، یه پاس عالی، فرصت برای تراکتور و گل دوم. دوباره یه حرکت دیگه میتونن انجام بدن با بازیکن تیم تراکتور. یه موقعیت، رستمی حرکت، دوباره فرصت، یه ضربه که عالی گرفت. خود آلوز، یه سال بلند، یه ضربه سال و گل برای تراکتور. گل سوم شجاع خلیلزاده. ظاهری تو درون دروازه قرار گرفت. ضربه عالی و استثنایی.